جهانگیرخان قشقایی یکی از بزرگترین عالمان شیعه در دهقان اصفهان به دنیا آمد. او از ایل قشقایی و طایفه در شوری بود و همانند دیگر مردمان قشقایی سبک زندگی عشایری داشت. جهانگیر خان قشقایی که برای تعمیر تار خود به اصفهان رفته بود، با راهنمایی و توصیه همای شیرازی به تحصیل در فلسفه، عرفان و فقه پرداخت و طولی نکشید که به درجه استادی رسید. آیت الله جهانگیر خان قشقایی شاگردانی بسیار مهمی داشتند که بعدها عالمان بزرگی شدند. از شاگردان ایشان میتوان به سید حسین طباطبایی، سید حسن مدرس و دهها عالم دیگر اشاره کرد. ایشان در سن 85 سالگی و در سال 1328 قمری از دنیا رفتند. برای شادی روح ایشان صلواتی بفرستید. فالو کن تا بقیه پست ها رو هم ببینی.